باری دیگر درود میگویم دوستان عزیز از میدان ننگ و ناموس و فکر میکنم که این صحنه تاریخی رو مردم همین مسیر طول 60 ساله و 70 ساله ها انتظار میکشیدن به صبرانه و ببینید که همین روز تاریخی علاقه فرو رسید. شروع از همین قسمتی بگیم که سرشوی بریگاده آزادار زیایوف اسفالت‌کنی راه شروع گردید. چقدر یک صحنه تاریخی، چقدر یک روزی فراموش نشدنی است برای مردم سربلند همین منطقه. ببینید چقدر کار با یک جوش و خروش ادامه داره، با سطح و صفت بلند، با رعایت قاعده‌های راهسازی. البته ببینید چقدر مردم ما زحمت کشیده ایستادند، اتفاقا در اتحادی و همدستی دستی هم گرفته راه‌های بلندار خش را تخت و هموار میکنند. ما اطمینان کامل داریم که این دوری گرانبهایی که در راه‌های ما پوشیده شده ایستاده است، هموار کرده شده ایستاده است، طول 10 ساله و 20 ساله ها به ما خدمت خواهد کرد و البته بعدی با پورگی منفرد گشتن همین راه‌ها ما باوری داریم که رفت آمد نقلیات جمعیتی و خصوصی در همین مسیر به یگان مشکلی خواهد شد. البته باوری داریم که با استفاده از چنین تکنیک‌های معاصر راهسازی ما میتوانیم امروز روان نصیب کرده باشه زیاده از 1 کیلومتر راه رو با پورگی چورین آباد و زیبا خواهیم کرد. فقط دعاگو باشه در حق همدیگران و حق مردمان که امروز نوبسته به گرمی هوا در بر ما راستن کتف به کتف ایستاده یک گوشه وطن خویش را آباد نموده ایستادند.